مفتول تابیده شده سرد شده خودتون رو بایستی که به یه مفتول دیگه، اگر برای زنجیر بافی ما الان تصمیم داریم که زنجیر بافی کنیم، بستگی به این داره که شما زنجیر بافی خودتون رو خدمتش هم بر چه اساس میخواین انجام بدید. چارگوش، گرد یا مدل مارکیزی. ببینید به اینها به عنوان زیرپیچ گفته میشه. این مفتول چارگوش بزرگی که شما الان من به شما نشون میدم، این یه نوع زیرپیچ چارگوشه که ما مفتولامون دور این میپیچیم. یه نوع تخت داریم که به این صورته که شما تو عکس مشاهده میکنید، مفتولمون رو دور این میپیچیم. یه مدل دیگه هست بهش میگیم شلنگی یا فنری که به این صورت دور این پیچیده میشه در ابعاد مختلف، در ابعاد گوناگون. معمولا اینها به نام زیرپیچ توی این فن خونده میشه. یه زیرپیچ های دیگه داریم که به نام مفتول زیرپیچ بیزیه. اون رو بهش میگن مفتول بیزی یا مفتول مارکیزی. ببینید حالت بیزی داره، کاملا دقت داشته باشید. شما وقتی مفتولتون رو دور این میپیچید تمام بیزی در میاد و بعد به اون صورت میتونید شما زنجیر به این مدل یا تصمیماتی که دارید، خطوات خودتون رو بر اون نصب کنید. امروز ما تصمیم داریم که مفتولمون رو به دور زیرپیچ ببندیم که گرده. چرا؟ چون میخوام زنجیرمون رو بر اساس گردی، حلقه های گرد به هم ببافیم. مفتول تابیده شده خودمون رو باز میکنیم و به زیرپیچ با یه دونه انبردست کوچیک محکم نگهش میداریم و بعد مفتول رو با دست راستمون، البته اونایی که راست دست هستن، به این صورت دور زیرپیچمون میپیچیم. به سادگی، خیلی نرم، چون مفتول تابیده شده است به راحتی دور زیرپیچ ما پیچیده میشه. این کار رو تا انتهای مفتولی که ما داریم انجام میدیم یا در حد دلخواهی. این بستگی به خود اون مدل کاری که ما میخوایم انجام بدیم. وقتی که مفتول رو تا اون حدی که دلمون خواست پیچیدیم، اینها رو با یه دونه قیچی یا در اصطلاح جوارسازی با یه دونه گاز اینها رو از هم جدا میکنیم. هر یک دونه ای که از هم جدا میکنیم به صورت حلقه در میاد. ببینید به این صورت حلقه میشه. دقت داشته باشید با هر برشی ما یک حلقه به حلقه چه های خودمون اضافه کردیم. دقت میکنید به همین سادگی ما الان 3 تا، 4 تا، 5 تا و بعد 6، 7 و به تعداد 50 تا دونه از این حلقه ها رو، 40 تا 50 تا دونه از این حلقه ها رو ما داریم. این حلقه ها رو سرای شو با 2 تا انبردست به هم دیگه کاملا نزدیک هم میکنیم و با یکی نگه میتونیم، با یکی بعدی سر حلقه چه ها رو کاملا به هم میچسبونیم. برای اینکه درزی وجود نداشته باشه، کاملا 2 سر فلز به هم چسبیده شده و مجذوب هم بشه، ما بایستی که کاملا درز رو به هم بچسبونیم و گردابه یا نره اگر قراره که ما زنجیر گرد و سر هم داشته باشیم، دقت داشته باشید که بایستی که اینا کاملا به هم دیگه مجذوب هم. لحیمی که داریم، لحیم معمولا 2 صورته، یکی به صورت همینجور که شما میبینید تو عکس تخته و یکی به صورت مفتولی لحیمه، ولی بیشتر ما از تخت استفاده میکنیم. بعد از اینکه ما صفحه لحیممون رو به برش‌های مختلف تقسیم کردیم، حالا لحیممون رو میبریم چندین دونه. دقت داشته باشید برای برش، ببینید سر دستتون رو میذارید جلوی
لحیم و بعد از چند میلیمتر پشت سرش لحیم ها رو به این صورت خورد میکنید، یعنی میچینید که اینجور لحیم ها ریز و خدمتاً بشه ازش استفاده کرد. این لحیم ها به همین صورت که میبینید با اون روش تو دستتون کاملا گرفته میشه و بعد میریزید بغل تخت بوری خودتون و اونجا میذارید. به تعداد 10-15 تا که از این رو درست کردید، از این لحیم ها، دقت داشته باشید برای جوشکاری حتما باید یه مقدار آب توی کاسه بوردون خودتون بریزید، یعنی روی محلول تنه کارتون بگردونید کاملا تمام تنه کار توی آب کاملا حل بشه. بعد از اینکه 2 تا 3 بار جوشید، بعد برای جوشکاری هر کدوم از حلقه چه ها شما به این صورت حلقه ها رو با چفت خودتون یا پنس، توی اصطلاح جواهرسازی بیشتر به این پنس میگن چفت، یه مقدار گرمش میکنید. بعد اون قسمتی که درزه کاملا میزنید توی تنه‌کارتون، آب تنه‌کارتون، و بعد حلقچه سرخ شده رو خیلی آروم به اون لحیم نزدیک میکنید. اون لحیم در درز اتصال شما کاملا مجذوب میشه و دو طرف رو به این صورت و به این زیبایی که شما میبینید جوش خورده شد. مفتول حلقچه دیگه رو برمیدارید، درز حلقچه رو باز میکنید با 2 تا انبردست و بعد توی حلقچه اولی میندازید که جوش دادید. کاملا دوباره درز رو برمیگردونید سر جاش. دقت داشته باشید که بایستی که حتما 2 تا درز به هم دیگه نزدیک باشه. حالا این بار با مفتولی که شما مفتول معمولا بایستی که یه مفتول فلزی بلند باشه، سابقا از یه سنج قفلی استفاده میکردن و بعد اون رو لحیم رو به سر اون سرخ میکنید، نگه میدارید، به تنه کار میزنید و بعد میبرید طرف حلقچه خودتون نگه میدارید. حلقچه رو وقتی سرخ کردید، اون لحیمی که به سر مفتول شما چسبیده شده میگذارید به اون درز و میبینید به این سادگی شما درز دومین حلقچه خودتون هم جوش دادید. میزنید به آب، مجددا برمیگردید روی تخت بوری، حلقه سومی رو دوباره مجددا شما باز میکنید. به این ترتیب پیشنهاد من به شما اینه که اگر شما 50 تا حلقه چه بریدین، 25 تا از اون حلقه چه ها رو شما سراشو به هم نزدیک کنید، یعنی کاملا گرد کنید و چسبیده هم، و 25 تاشو بذارید باز همونجور بمونه که توی حلقه بعدی بکنید و بعد وقت درزشو هم جفت کنید. خب حالا کاملا این رو روی تخت بوری زنجیر خودتون رو کاملا بکشید که اون جای درز کاملا بیاد به حالت بالای تخت بوری قرار بگیره. دوباره عین بار اول با مفتول خودتون یه مقدار خیلی کم یه دونه از اون لحیما رو به سر چیز بزنید، به حالا اون کاسه تنه کار بزنید و بعد ببرید اون حلقچه رو دوباره سرخ کنید، اون قسمت بالا رو. همین که سرخ شد، مفتول که به سرش لحیم هست به قسمت خدمت هستم که اون درز نزدیک کنید و فوری لحیم توی اون درز دویده میشه. شما با این کار الان یه زنجیری دارید میافتید که زنجیر گرد محسوب میشه. همینجور زنجیرها رو دونه دونه به همین طریقه گفته شده و هم دیگه میتابید و اضافه میکنید. دقت داشته باشید که اینها هرگز نباید که به هم دیگه چسبیده شده باشه. در انتها شما یک زنجیری به این صورت کنار هم دیگه
دونه دونه اینا رو جوش دادید و به این حالت قرار گرفته. شما توی این قسمت میتونید که از همین زنجیر گرد استفاده کنید یا اینکه اینها رو به حالت بیضی در بیارید. حالت بیضی در آوردن هم بسیار کار ساده ایه. با یه دنباریک شما اینها رو یه خورده که به هم فشار بدید، دو طرف مفتول رو، اینا کاملا به صورت مستطیل در میاد و شما میبینید که این زنجیر شما به حالت از اون حالت گردی خارج شده، به حالت مستطیل شده. این هم یه سبکیست. حالا بعضیا مثلا فکر کنید که بستگی به اون مدلی داره که شما انتخاب کرده باشید. بعضیا مجددا این کار رو یه پیچ هم روش میدن، یعنی اینجوری میتابوننش با دوتا این مفتول توی این حالت چرخیده میشه به این صورت، به همین سادگی یه پیچ داده میشه. دوباره مفتول پایینی رو یه پیچ دیگه بهش میدن، این یه نوع سبک دیگه میشه. حالا شما با همین این کار که ما بیشتر تصمیممون در این قسمت اینه، شما جوشکاری درس ها رو ببینید به چه سادگی انجام میشه، بعد روی اون روش ها این به دلخواه خودتون میتونید همه رو انجام بدید یا به هر صورت.